بریم دیگه برای همیشه مشکل زدن اسپک های ای کویک یا کوتاه جمع رو حل بکنیم. پاس ای کویک یا کوتاه جمع در تمپو صفره، یعنی وقتی توپ داخل پنجه پاسوره سرعتی زن باید روی هوا باشه و آماده زدن ضربه به توپ باشه. سرعتی زنها در ابتدا دو تا مشکل دارن، یکی تایمینگه، یا زود میرن و یا دیر میرن. دومیش هم اسپیسینگه، یعنی فاصله اشتباه دارن با پاسور. برای تایمینگ یه قانون کلی بهتون یاد میدم. وقتی توپ از شانه شما رد شد، گام اول رو بردارید و حالا شروع کنید با توپ مسابقه بدید و یادتون باشه که حتما باید توپ رو نگاه کنید، نه پاسور رو. برای این منظور میتونید از یک تمرین خیلی ساده استفاده کنید. پاسور رو حذف کنید، به جای اون یک مربی یا یک همتیمی از پشت خط 3 متر توپ رو پرتاب بکنه و همزمان بازیکن سرعتی حرکت بکنه و به توپ ضربه بزنه. برای بهبود تایمینگ و حفظ تعادل حالا میتونید محل پرتاب توپ رو تغییر بدید. مشکل بعدی فاصله دقیق بین بازیکن پاسور و بازیکن سرعتیه. در شرایط ایدئال باید یک طول دست از پاسور فاصله داشته باشی، هم به چپ و هم به راست، یعنی یک شکل ال. اگه پاسور از طول فاصله بگیره یا به چپ و راست بره، شما دقیقاً همون شکل رو باید حفظ بکنید. اگه دوست داری کلی نکات آموزنده و تمرینات مختلف رو در رابطه با بازیکن سرعتی بدونی، میتونید دوره تخصصی بازیکن سرعتی رو از وبسایت آکادمی آنلاین والیبال زرین تهیه بکنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، اونو حتما برای دوستانتون بفرستین و منتظر شنیدن نظراتتون هستیم.